من معتقد هستم که سرکوب هم نمیتونه یک یکپارچگی اجتماعی در کشورها ایجاد بکنه. تاریخ 2 دهه اخیر نشون میده که در جهان امروز دیکتاتورها کشورهای بی‌ثبات دارن و در واقع این باعث میشه که بعدها انقلاب باشه. شما میتونید اپوزیسیون رو زندانی بکنید ولی نمیتونید افکار و اندیشه ها رو زندانی بکنید. میتونید اطلاعات رو کنترل کنید ولی نمیتونید که در واقع سرکوب بکنید اندیشه ها رو. این مسئله این نیست که آمریکا داره در واقع همکاری میکنه با نهادهای غیر دولتی که این چیزها رو برملا بکنه. رسانه‌های اجتماعی است و رغبت بی انتهای مردم که خودشون تصمیم بگیرن که چگونه حکومتی بر سر اونها باشه. من معتقد هستم که یک دولتی که سرکوب میکنه نارضایی رو نشون دهنده قدرت نیست، نشون دهنده ضعف، نشون دهنده بیم و هراسه. تاریخ نشون میده که رژیم هایی که از ملت خودشون میترسن نهایتا واژگون خواهند شد، ولی نهادهای قوی ساخت و پرداخته بر توافق دولت، اینها پایدار خواهند بود بعد از اینکه حتی یه نفر رفته از بین. بنابراین رهبران قوی‌تر ما، جورج واشنگتن، نلسون ماندلا، اهمیت ساختن و پرداختن نهادهای دموکراتیک قوی رو همیشه پیش بردن برای یک قدرت دموکراتیک بیشتر. رهبرانی که یک متمم‌هایی به قانون اساسی اضافه کردند که بتونن بیشتر قدرتشون رو ابقا بکنن، الان باید اذعان بکنن که نتونستن قدرت بیشتری داشته باشن. همه ما که تا ابد باقی نمیمونیم. بعضیا میخوان فقط به قدرت همینجور بچسبن، فقط به خاطر امیال شخصیشون، به جای اینکه به کسانی که به اونها باید خدمت کنن فکر کنن. من متوجه هستم که میتونه دلسرد کننده باشه دموکراسی در ایالات متحده یک نمونه مشخصشه. خیلی وقتا میتونه کارآمد نباشه کاملا، ولی دموکراسی و مبارزه پیگیر برای دادن حقوق بیشتر به آدم‌ها چیزی است که باعث شده ما آمریکا قوی ترین کشور دنیا باشیم. این فقط مسئله اصول نیست، فقط یک مسئله یک چیز غیر ملموس نیست. یک دموکراسی فراگیر یک کشور رو نیرومندتر میکنه. وقتی احزاب اپوزیسیون میتونن از طریق رأیگیری برن دنبال قدرت، یک کشور میتونه از ایده های تازه‌ای بهره بگیره. وقتی رسانه‌های آزاد میتونن در مورد فساد و سوء استفاده شهروندان رو خبر بکنن، این فساد میتونه ریشه‌کن بشه. وقتی جوامع مدنی رونق پیدا میکنن برای چاره‌اندیشی مسائل، کارهایی رو که دولت نمیتونه بکنه، این کمک میکنه به حل مسائل. وقتی مهاجران مورد استقبال کشورها قرار میگیرن، کشورها پویاتر میشن. وقتی دختر بچه‌ها میتونن مدرسه برن، فرصت‌های بیشتری پیدا بکنن، کشورها بالقوه به دستاوردهای بیشتری دست پیدا میکنن. این چیزی که من معتقد هستم که بهترین قدرت ایالات متحده آمریکاست. همه در آمریکا موافق من نیستن. اینم جزئی از دموکراسی است. من معتقدم که همین که شما میتونید در خیابان‌های همین شهر را برید، از کنار کنیسه بگذرید، از کنار مسجد بگذرید، از کنار کلیسا بگذرید، همین که کشور پناهندگان ما در واقع منعکس کننده آدمایی است که از هر ملت و قومیتی میتونید ببینید. این واقعیتی که در هر کسی در این کشور میتونه شرکت بکنه بدون توجه به شکل و شمایلشون، بدون توجه به که چه کسی رو دوست دارن، همه میتونن شرکت بکنن در امور کشور. این ما رو قوی تر میکنه. چیزی که صادق در مورد آمریکا میتونه صادق باشه در مورد دموکراسی‌های دیگر و این فقط اتفاقی نیست. ما میتونیم مفتخر باشیم از کشورمون
بدون اینکه بخوایم که خودمون هویت خودمون رو توصیف بکنیم با تخاصم با گروه‌های دیگر. میتونیم میهن دوست باشیم بدون اینکه شیطان صفت قلمداد بکنیم دیگران رو. میتونیم به سنت‌ها و فرهنگ خودمون متحد باشیم بدون اینکه دیگران رو سرشون بزنیم. نظام‌های ما متکی بر این اندیشه است که قدرت بی انتها به فساد منتهی خواهد شد. ولی شهروندان عادی همیشه خوبند، ذاتاً خوبند. ارزش دارن برای خانواده، ارزش میزنن برای ایمان و اعتقاد، برای شرافت و کرامت سخت موشی. و وقتی بازرسی‌های لازم باشه دولت‌ها میتونن بیاندیشن در این مورد و منعکس کننده این حسن نیت و این زیبایی باشن. من معتقد هستم این تو آینده است که باید دنبالش باشیم. معتقد به شرافت و کرامت هر فردی که بتونیم شکافامون رو از بین ببریم از طریق همکاری بر فراز بحران. این نیروست نه ضعف.